بینندگان عزیز السلام علیکم. شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم. باز هفته رسیده است و ساعت آمده است که ما و شما روبرو هستیم. برنامه تندرستی توصیه طبیبان است که هفته یک مرتبه توسط تلویزیون 7 ستاره منظور هر یک شما گردانیده می شود و باید خاطر رسان کرد که تکرارا می توانید برنامه را روز شنبه نیز تماشا کرده باشید. نزدیک 30 دقیقه با شما هستیم و کوشش میکنیم که در این مدتی که با شما این بابت این یا اون بیماری، چون همیشگی طبیبان ورزیده در مهمانی ما دعوت می آورند و بابت پیدایش، پیشگیری و راه‌های گذرش این یا اون بیماری برای هر یک شما معلومات مفصل پیش آورده باشند. و این شام باشد ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری های سیرایتی یا خود از جمله بیماری اسهال به اصطلاح معمول خلقی درون روی صحبتی داشته باشیم و این شام در مهمانی برنامه ما سردار مرکز تشکل طرز حیاتی سالم ناحیه بابا جان غفورov محترم زاکرov کریم جان هستند. و خب دکتر احمد سلامت باشید. و چون میخواستیم در آغاز اندیشه شما را بابت جسم انسان و سالم بودن جسم انسان کمی اندیشه از شما فهمیده باشیم. ما پس چیکار باید کنیم که همیشه سالم باشیم؟ و موضوعی که این شام باشد ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری های سیرایتی است و از جمله یکی از بیماری که در هر یک فصل سال گوییم اوج میگیرد این بیماری اسهال یا خود درون روی است. و مرحمت. السلام علیکم همدیاران عزیز. من اولا بار به مأموریتی و گروه ایجادی تلویزیونی شرکت تلویزیونی 7 ستاره میnnatdاری اظهار میکنم که امروز با ما همبستگی دارند برای سالمی انسان. اگر خلق ما سالم باشد اقتصادیات دولتمان زیاد میشد و زیست خلق ما بهتر بگردد. عامل هایی که به سالمی انسان وابستگی دارد این بیماری های ارثی یعنی ژنتیکی می نامند که در این باره هم قانونی جمهوری تاجیکستان برآمده که نکاح خیش تباری منع کرده شده است. چون که همین اگر خرمسامنگ گن ها اگر آسیب دیده باشد اگر از این پدر و مادر بیماری های ارثی پیدا می شد. این بیماری های ارثی این روحاً عقلاً جسماً ناسالم می باشد که از جانب حکومت دولت مثال از طرف دولتمان مثال آنها که ناگران نگاهی بین کرده می شود. این هم یک اقتصادیات به تاثیر می کند. برای همین قانون برآمد که این خیل کسالا بسیارتر نکاح خیش تباری دارند. امینا مثال همین کسالی بسیار می شد. برای همین قانون برآمد. ما طبیبان مثال من گروه ایجادی ردکسیا ها مثال مجله های ساخش مثال همین مسئله ما کاربری کرده ایستاده معرفتنامه طب اهالی را بلند برداشتن با در کار که همین راه پیشگیری همین بیماری های آنها درست درک کنند و برای سالمی فرزندان خود برای سالمی همون عائله خود مثال همین استفاده برند. چون که بسیار چیزها آدم دانسته ندانسته همین به دست میزند. یا خیلی مثال دانسته شدیم همین دست میزند. من مثال بیماری های مثال وینمیا میگن ویروسی نارسایی مسئولیت آدم سپید همین مثال 91 سالنده اگر جمهوری تاجیکستان من خیر قمنده یک مثال همین کسالی پیدا شده که باشد اگر حاضر این بسیار شده برفت. چون که همین یک خلا دانسته شده همون به دست میزنن. این هم مثال شیاری را دست نمیتیند اما ممکن نمیدانند یا مثال بیماری های سیل یا که مثال دیگر کسالی هایی که مثال میگذرد همین مثال راهخوش دانستن در کار هم همون راهخوش پیشگیری کردن ما در کار. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگفتیم. و خب من دکتر اکنون میخواستم نظری شما را بابت موضوعی که ما این لحظه میخواهیم بررسی کنیم شنویده باشیم. و عادتا میگویند بعضا بیماری هایی هستند که موسمی هستند چون در موسم خروج میگیرند اوج میگیرند و بعضا بیماری هایی هستند که تمام سال میتوان روبرو شد. و ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری های سیرایتی از جمله بیماری اسهال یا خود میگویند درون روی ایستاده باشیم و چی باعث می شود که مثلا چه طفل گوییم چه جوان گوییم چه نوروز چه میان سال یا خود کلان سال به این گرفتار می شوند. آیا خود اسهال یا درون روی این هم می توانیم بیماری نامید یا اشتباه میکنیم؟ سوال نه.
انا بیماری های سرایتی این بیماری اون است که از شخصی مثال بیمار به شخص سالم میگذرد. اکنون این بیمار ویروسی میشد، باکتریالی میشد، پارازیتی می باشد و باکتریوی و ویروسی می باشد که اینها مثال علامت خوش همش یک خیل باشدن مثال انمون برانگیزنده کسلی مثال هر گونه می شود. برای همین حالی برای پیشگیری این بیماری ها ما اول دانستن ما در کار که این چه خیل بیماری باکتریالی می ویروسی می یا که پارازیتی می مثال من راههای گزارشی این بیماری اگر ما وای کنیم اگر این بیماری های سرایتی از دست چرکین میگذرد بسیارتر. من مثال یک توی بروید اگر مثال یا یک لازم بروید یا یک چهار بینی ها بروید اگر تگی درنده آدم ها یک توب میستن همش که سلام علیک میکنید و سانه درآمد استاده دست نشسته اوقات میخورد. انا میگم مثال ما نمیدونیم که همونای دونشنده همین کسلی های زرد پروین های می بیماری های اسهال های می یا بیماری های دیگر خیل دامنه های می نمیدونیم. انا منوی مثال انا میگم یک چیزی که مثال انا می چیزای ما قطع کردن ما در کار که انا می آدما هم خیل چیزهای نکند مثال سلام علیک کده استاد گذشته رفته اوقات خود سانی برام دستش شده سانی سلامت کنه دم میشد. انا می مثلا هم یک حرکت چه کردن ما در کار. خب با اینجا نظر ما دکتر بابتی اونی است که اویا به این نمونه بیماری اسهال یا خود درون روی کیها گرفتار میشوند و چرا؟ بسیارتر این کسلی و مثال گوتکان گرفتار بشن چون که آنها به گیگینه شخصی رعایت نمیکنند. من مثال مادرش رسیاند پدرش رسیاند مثال مهاجرتند یک خالش یا آچش بچه های پتافت برفتگی و اگر بی نظارت مونده اگر زمین ها و غلده میگردد اون اسنا و من کوچه هنده مول میبینیم همه خیلی چیزای مثال انمینا مثال بسیارتر دست نشستی استاده اوقات میخورد یا که یک خلا همون میوه هایی که مثال همون تگ درخت بشتگی باشد اگر همون گرفته استعمال میکند همینایی هم گذشتن است ممکن. برای همینم برای پیشگیری این بیماری طبیب ما مصلحت میکرد که همین میوه یا چیبه های همیشه مثال ششت خودن در کار آبی تازه کردی ششت تازه کرده خودن در کار که مثال همین برانگیزنده ها ارگانیسم به واسطه دهان سرایت نکنند. از دیگر طرف مثال یک خیل گودکات شو بسیارتر کسل میشد. بله چرا بیشتر کودکان بسیارتر کودکان کسل میشد چون که بسیاری آنها مثال مادرشان شیر مادر داده نمیتونند شیرش کم میشد. انا مثال چخلی که تیپ بنده میگن اینا اسکوستوینگ میگن اینا مثال همین هر خیل چیزای دانسته ندانسته میدیند. همین اگر پدر و مادر رو مثال طبیبا که رفتن مصلحت کرده استاده اگر همین غذای علاوگی مثال تعیینات کنند اگر شیر مادر مثال زیاد کردن به همین در کاری داروهای مثال استعمال کنند اگر همین کسلی ها در بین کودکان هم کم میشد. خب اینجا دکتر تصور کردیم در یک عائله که کلین روسک است یک فرزند 7 ماه 8 ماه دارند یعنی شیرخوار از فرزندشان و در آن خانواده گوییم مادرکلانی هستند و همیشه برای آن همون روزی که خانواده نصیحت میکنند و خوب میگویند فرزند عزیزم هنگام طعام خوردن احتیاط باشید ریجه طعام خود را رعایت کنید تا اون که فرزند شما بیمار نشده باشد. آیا در اصل هم میتواند ریجه نادرستی طعام خوری مادر فرزند را گرفتاری بیماری اسهال یا خود درون روی کرده باشد؟ تا چه اندازه این اساس دارد؟ بله میشد. ما اینجا برای هر یک مادرنامه تشکیل کردگی من حتما به نزد دکتر برگردید اگر من این خیل علامت ها باشد مثال درون روی باشد بیمه‌داری باشد احوالش وزنین باشد حرارتش پست یا بلند باشد مثال قی کند دردسر باشد اگر زود به دکتر مراجعت کردن در کار. گفتم من مادرنامه دادگی ما من ثانیه اینجا نوشاکی های خیل مثال گودک بدادن در کار کدام این گذرانی و گذراندن در کدام ماه ها همه خیل چیزها های من این پشتشنده من مثال توصیه نامه ها های شما یک ورقه ترغیباتی برای مادران جوان است دکتر از این برمی‌آید توصیه ها آیدی غذادهی و نگاه بین
با مقصد انکشاف کودک سالم در وقت بیماری من چکادن در کار. چون اگر اینجا مادر بیمار باشند یعنی توصیه نامه های ما میتیم انمی مادر مثال همین فهمیده استاده همون کودکش همین که اگر نگاه کنه دیگر مثال باید آینده با کسل نمیشه. آیا دکتر این نمودی بیماری اسخال یا خود درون روی نشانه ها هم دارد یا نه؟ درون روی اساسا نشانه ها خیلی که میگن اینکوباسیون پیریود. من مثال اگر امروز همون برانگیزنده ارگانیسم فرامدگی باشد در دوام چند ساعت در دوام 2-3 روز یا که مثال 12-24 ساعت همین کسلی سراز علامتاش پیدا بشه. این درد سر، دل بخزوری، قیکنی، سرچغزنی، بیمداری، ثانی تاب دادن شکم، مثال درد شکم، دم دادن شکم، درون روی هر مثال 10 بار 15 بار مثال درون روی میشد. مثال اگر مثال برنده دکتر معذرت میپرسم معیار چند است؟ کدام باید یک بار 2 بار اکن نرمال نین. مثال دیگر وقتا معیارش به دیگر وقتی مثال اگر 4 بار 5 بار رود وجه این بیماری حساب میشد. ثانی در اخلاطش سوق میشد و یا که کپک دار میشد یا که اگر برانگیزندش مثال دیگر خیلی وزنینتر باشد اگر اسهال خونین میگن خون پیدا شدنش ممکن چون که همین تاکسین هایی که همین زهرآلودی همین ویروس و باکتری ها یا همینا مثال همین روده های ویران میکنند. های خونگردش یعنی فعالیتش ویران میشه در نتیجه مثال اسهال خونین میگن خون میبیاد ادرونش. برای همین حاضر ما یک وقتی که مثال درون راه شده که در اپتیکو میرد و تتراسیکلین میگیرد. ولی چون عادت شده است آیا این درست است یا نه؟ همین نادرست مثال که مثال پس چیکار کنند در اولین مرحله که دیدن که انا همون اسهال یا خود درون روی رو در فرزندشون یا در خودشون گوییم دیدن چیکار کنن؟ اولین کاری که اجرا کنن کدام است؟ انا همین برای همین این بیان ما من بوکلت های تشکیل کردگی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه. من اینجا ما گفتیم که اگر علامت های درون روی و بیماری های راه نفس یعنی کودک نوشیده و سینه مکانیده نتواند، حرارت بدن 37 درجه بلند یا که پست باشد، در اخلاط کودک خون پیدا شود، نفس کشی کودک تیز و دشوار گردد، سینه مکانی را حتما دوام داده دکتر جغ زدن در کار و خانه دعوت کردن در کار که و برای تا دکتر آمدن هم مخلول نمکدار یعنی ریگیدرون تیار کردن ما در کار. من اینجا چخیل تیار کردن 1 لیتر آب به 1 پراشوک ریگیدرون تعیین میکنن و آب جوش میریزن. همین مثال دوام دادن ما در کار. اگر کودک مثال با قای کردن گرد یا پرتا کردن گرد اگر کم دم داده استاده با سینه مکانی دوام داده استاده ریگیدرون دادن ما در کار که ارگانیسم بی آب نماند. چون که 80% مثال همین بدنی کودک این آب کدید وای کلان سالانده 60-70% آب های. اگر 10% آب ارگانیسم برود اگر این دیهیدراتاسیون میگن یعنی بی آبی. اگر 20% آب از ارگانیسم برود منی اخلاط کدی یا که عرق کدی یا که قیکنی کدی برود اگر آدم وفتنش ممکن. برای همینم کودکا تیز و بسیارتر کودکا مثال اگر همین کسل ها دوچار شود اگر بسیارتر همین کودکا در نتیجه انمین دیهیدراتاسیون آب ارگانیسم برفتنش وفتنش ممکن. برای همین انمین ریگیدرون تا آمدن دکتر ما تعیینات کردن ما در کار یعنی اولین درجه است. اولین درجه انمین مثال چی کردن ما در کار که انمین پدر و مادر انمین دوام داده استاد. و اینجا من خوب دکتر بابت اندیشه شما در یک هنگامی پاسختان بابت یک فوت رفت و آیا بودن در تجربه چندین سالینه شما فعالیت شما در تجربه چندین سالینه شما بودن چون این حالتی که چون یک طفل گوییم یا نورس یا جوان گوییم به این بیماری اسهال یا خود درون روی گرفتار شد و باعث ان همین بیماری شاید فوت اون نفر شده باشد یا از این نمودی بیماری تا فوت نمیرسد. اگر
هر یک آدمی کلان سالم مثال همون پدر و مادرش گودکم اگر علامت های بیماری در گودکش یا در خودش پیدا شود زود به دکتر مراجعت کند. اگر خود معالجه نکرده ایستاده از این مرگ مثال آدم امین داشتنش ممکن. برای همین زود دکتر طبی عائلوی مراجعت کردن در کار، خانه و دعوت کردن در کار که دکتر آمده تعیینات کند. یا خلا مثال میترسد اینفکسیون یا قمقده میماند، من مثال اونجا خانه میرم اسنیسین گفته وای میکند، از این ترسیدن در کنید چون که بیماری های سرایتی با عاقبت های خود هم خطرناک است. مثال اگر کسلی زرد پروین باشد، اگر وقتش زرد پروین مثال وقتش معالجه نکند و سیروز بگشتنش ممکن، کوما بگشتنش ممکن، یا که درون روی اسهال مثال از روی خون رفتنش ممکن. در نتیجه در حالت زودی مراجعت نکردن به طبیبان یا خوب در حالت معالجه در خانه گویم در خود معالجه مشغول بودن به چه آورده میرساند این نمود بیماری؟ عاقبت های خودش که خطرناکه. مثال من از ارگانیسم بسیارتر آب برود، اگر دیهیدراتاسیون میگن بی آبی میگن، انا وقتی دنش ممکن چون که ارگانیسم به آب در کار بی آب مثال زندگی کرده نمیشد. دویمش مثال روده ها مثال ویران شدنش ممکن، فعالیت کاری روده معده ویران شدنش ممکن، خون برفتنش ممکن معده روده و مثال، یا که مثال کم خونی پیدا بشد، عاقبتش به مثال همین درون روی های هم بسیار اگر وای شود کم خونی پیدا بشد، یا که کسلی های من مثال دامنه چیزها باشد، اگر مثال سوراقی همون روده ها شدنش ممکن، یا که مثال سیروز جگر شدنش ممکن. برای همین از عاقبتاش ایمن داشتن به وقتش معالجه گرفته، وقتش به دکترها مراجعت کردن در کار. و خب دوامناکی معالجه این نمودی بیماری از چند تا چند روز طول میکشد دکتر؟ خیلی در حالت سری وقت مراجعت کردن و در حالت دیر مراجعت کردن چند وقت طول میکشه این بین دو مراجعت؟ اگر وقتش مراجعت کند، اگر وقتی مهلتی معالجه کمتر میشد. اگر دیر مراجعت کند، اگر یک ماه دو ماه هم طول یافتنش ممکن معالجه، چون که انمی اثرات های بیماری سرایتی بسیار وزنین میگذارد. مثال کم خونی میشد، مبادله ماده ها در ارگانیسم ویران میشد، من سوراخ های مثال روده ها شدنش ممکن. اگر کسی زرد پروین باشد، اگر زرد پروین مثال سیروس یا که کوما و فرامدنش ممکن آدم. برای همین وقتش مراجعت کردن در کار، وقتش معالجه گرفتن در کار. و خب اینجا دکتر معذرت میپرسیدم به این نمودی بیماری که ما الان صحبت داریم تنها گوییم کودکان طفلان گرفتار میشوند یا نفرانی کلانسال نیست؟ این کسلی بسیارتر کودکان، چون که من در پیش گفتیم اونها بسیارتر با گیگینه شخصی رعایت نمیکنن. کوچنده مثال فوتبال بازی میکنن، یا که مثال چیلک بازی میکنن، یا که زمینا بچه های یاش بسیارتر زمینا میگردن و یک لیستاده دست نشسته مثال اوقات میخورن، دست نشسته مثال خوراک های میخورن، یا که حاجت خانه برفته دست نمیشون. برای همین آدما بسیارتر چیز میشن. و اینجا دکتر معذرت میپرسم در بعضن حالات میگویند که نادرست استعمال کردن طعام یا نادرست نگه داشتن طعامی که ما استعمال میکنیم در حرارت خانه یا در حرارت یخدان گوییم، آن هم میتواند باعث پیدایش این بیماری شده باشد. و میخواستم چند اندیشه خود را بابت این هم طرز درست نگهداری گوییم، چه طعام ها هست، چه تر میوه هست، اندیشه بیان کرده باشید. این مسئله و سوالاتان درست. همون مهلت استفاده هر یک طعام، هر یک غذای و هر یک کبوتی های و هر یک میوه و سبزیجات ها را ما دانستن ما در کار یک طرف. از دویم طرف مهلت استفاده آن و مهلت مثال نگاه بینی آن، ترتیب نگاه بینی آن. مثال من یختم به بولی یختم به گوشت مانید و تگش مثال کبوتی های مانید، میوه و سبزیجات های مانید. اگر حالا اینکه گوشت یخ کرده ایستاده آبش مثال میوه و سبزیجات ها میفراد. اینجا بیام مثال آدم‌ها هر خیل کسلی ها گرفتار شدنش ممکن، چون که اون گوشتنده هم یخلشنده کریم شدنش ممکن، یخلشنده مثال اون برانگیزنده ها شدنش ممکن، یعنی خون ریختی استادی هم وای شدنش ممکن. یعنی ترتیب یختام و ماندنی هم ما رعایت کردن ما در کار.
از دیگر طرف مثال همون مهلت استفاده آن به نگاه کردن ما در کار در وقتی خریداری کردن یک محصولات های هم دیدن ما در کار مثال مهلتش گذشتگی استفاده برای دیگر هر خیل بیماری های همین درون روی و اسهال و همین خیل کسلی ها ما گرفتار شدن ما ممکن. خب تشکری زیاد و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان را بخیر و شادی میگوییم و برنامه طبی تفسیر طبیبان رو ما این لحظه منظور شما گردانیده ایستادیم و موضوعی که باشد بابت بیماری سیرویتی یکی از این بیماری اسهال یا خود درون روی است که در مهمانی این شومینه ما محترم زاکیروف کریم جان تشریف آوردند و بابت این بیماری بیان اندیشه نموده ایستادند و من دکتر میخواستم بابت چی کار کنیم بابت پیشگیری این نموده بیماری پس ما باید چی کار کنیم تا اونی که همیشه سالم باشیم همیشه فرزندا سالم باشند همیشه اهل اویل سالم و از این بیماری که الان چند فکر بیان کردید دور باشند. اگر هر یک شخص به قاعده های گیگینه شخصی یعنی بعد غذای حاجت پیش از خوراکخوری دست تازه صابونکده شسته ایستاده سانش استعمال نماید. دویمش میوه و سبزیجات ها را همین کبوتی ها را اگر تازه شسته سان استعمال نماید اگر چون که همین اول صحراها مثال اخلاط میپرتون اونجا میوه و سبزیجات های باید تازه شستن در کار چون که همینا مثال برانگیزنده همون میوه سبزیجات آنده های برای همین تازه شسته ایستاده باید استعمال کردن در کار. از دیگر طرف آب‌های مثال حاضر تامینات آبم مثال قشلاق‌ها بسیارتر نقش شده که من مثال یک تا جماعت بسیار به مثال یک وقتی آب نبود کسلی های اسهال و دامنه و همین کسلی های مثال زرد پروین یک اوج گرفتگی بود و یک وقتی ها حاضر من مثال پشتی 100% آب کدی تامین شدگی همین کسلی ها مثال اونجا دیده نمیشود. این هم یک غمخواری همین رئیس ناحیه رئیس ولایت مثال حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. آب مثال از جاهای تازه مثال از و گرفته استاده دائما جوشانیده استعمال کردن در کار. برای همین ثانیه یک قاعده جوشانی هست که مثال ما هم تو جوشید هم تو گرفته چای میکنیم این نادرست بعد جوشیدن گیدیته یک با 10-15 منوت آب جوشیدنش در کار چون که انمون دونشنگی همه برانگیزنده ها نابود شدنش در کار نمک ها یک تکسین دادنش در کار برای همینم ارگانیسم به برای ضرر نآوردنش و جوشانیده استعمال کردن در کار. از من بهار شد بچه ها دونی کانال میبینید یا که جویبار ها میبینید که این جویبارا تازه این هم یک باعث گرفتار شوی این بیماری میشد. برای همین اگر تازه کده استعمال یک ثباتنیک کده می ثباتنیک میگن. تشکر زیاد. و خب اینجا من میخواستم دکتر در انجام صحبت ما باید تماشابینان عزیز ما میتوانید گفت که در خانواده خود کدام داروواری ها رو نگاه دارند در حالت گوییم روبرو شدن به این بیماری اسهال تا رسیدن یا گوییم در درمانگاه گوییم تا آمدن طبیب گوییم از کدام استعمال کنند و برنامه را جمع بست میکردیم با همین اندیشه شما. این مسئله مثال توصیه میدادم که اول هیچ کم کسل نشود لیکن هر یک خواننده خیلی که میگن اپتیچکی دارو شدنش در کار مثال خیلی تب میفراوردگی اینای مثال اگر تبش برادگر میدادگی اسپرین مثال پاراسیتامول شدنش در کار یا که من خیلی که حاضر گفتیم ریگیدرون مثال برای همین پیشگیری تا آمدن دکتر همین ریگیدرون ما مخلول 1 لیتر آب مخلول کده استاده همین نشاندن ما در کار که ارگانیسم همین بی آبی ضرر نبیند این شدنش در کار. ثانیه های سپیرت شدنش ممکن در کار که مثال همین من اپتیکاند مخلولی سپیرت های همین آب کدی ارالش کدی استاده وقتی تپ کدی گنده همین جاهای رگش بسیارتر مثال تگای قلق پاهای تگش به مثال مالدن در کار که همون تبش فراد همین چیکدی استاده همین یاری اولی طبی ما تا دکتر آمدن رساندن ما در کار. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز و ارجمند اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه این شامیده. باوری داریم که تا این لحظه هایی که با شما بودیم برای خود یک معلوماتی لازمه را گرفتید. باقی با امید خانه آبادی و سربلندی هر یکی شما تا برنامه دیگر تا هفته دیگر خداحافظی میکنیم.
خیر، خانه آباد و پیروز باشید.